من یک سوال میکنم، اینو من خواهش میکنم بینندگان عزیز، اگر جزء شهرهایی هستید که شیعه و سنی با هم قاطعن که زیاد هم هستن، ازدواج میکنن، رفت آمد دارن، مشکلی هم نیست، بالاخره بحث علمی است. اون شب من عرض کردم اگر تند میشم گاهی به خاطر اینکه بحث طلبگی است، ولی ما با اینا پدرکشی نداریم، ما حق رو میرسونیم، میخوایم عمل کن، میخوایم عمل نکن. پیشنهادم به اون مناطقی که سنی و شیعه با هم قاطعن، پسر عمت سنیه، پسر خالت سنیه، دامادتون رفت آمد میکنن، مؤدبانه این سوال رو بپرسید. سوال چیه؟ ببینید شما میگید ما پیرو سنت پیغمبریم، باش، آیا تا به حال از خودتون پرسیده اید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر چی سجده میکردن؟ سوال، آیا پیغمبر اکرم بر همین فرش و موکتایی که شما امروز فرش و موکت دیگه از پلاستیکه، آیا بر اینا سجده میکردن؟ نه آقا، پیغمبر رو قبول ندارید، عمر پرستید، ابوبکر پرستید. سوال من این است آیا ابوبکر و عمر بر چه سجده میکردن؟ آیا در زمان ابوبکر و عمر این فرشه هایی که از مواد نفتی درست شده، این موکت هایی که از مواد نفتی درست شده، اون زمان بوده یا نبوده؟ قطعا نبوده. پس برید بگردید ببینید پیغمبر اکرم، ابوبکر، عمر و سایر صحابه بر چه سجده میکردن. شکی نیست اگر دقت کنید کف زمین مسجد پیغمبر معروفه یا سنگریزه بوده یا حصیر بوده که از برگ درختان درست می شده، قطعا فرش و موکتای نفتی نبوده. پس پیغمبر اکرم سرشون رو بر سنگ و خاک میگذاشتن، سجده بر خاک میکردن. ابوبکر، عمر سرش رو بر عرض کنم که سنگ و خاک و برگ درخت خرما میگذاشته. حالا سوال من این است، پس سنت پیغمبر این شد که سرت رو بگذار روی خاک و نماز بخون، سرت رو بگذار روی سنگ و نماز بخون. شمایی که سرتو میگذاری روی فرش و موکت به سنت کی عمل میکنی؟ پیغمبر که فرش و موکت نداشت، ابوبکر و عمر شما هم نداشت. شما میگید ما سنیم، پیرو سنت پیغمبریم، پیغمبر که برای فرش و موکت ها سجده نمیکرد. اون وقتی که میبینن شیعیان اهل بیت عرض کنم که میان سرشون رو مهر میگذارن، اولا دقت کنید، من یک پیشنهادی هم به شیعیان دارم اینجا، ما تعصب رو مهر نداریم. نمیدونم اگه مهر دم دست عزیزان هست یک دونه مهر ما بدید، تو اینو بعضیا واقعا دارن عوام فریبی میکنن. بیننده عزیز، مهر مگه چیه؟ خاکی است که خشک شده و به این صورت مهر در آمده. یعنی اگر شرایط زندگی مردم یه طوری بود که میتونستن یک مش خاک بردارن بریزن جلوشون و سجده کنن، این کارو میکردن. اما چون وضعیتی شده که بالاخره خونه ها تمیز است و خونه ها بالاخره شکل زندگی امروزی است، نمیتونن به یک شکل خاصی قالب میزنن، همون خاک را عرض کنم شکل مهر میکنن. بعضی از آدمای بد سلیقه فکر میکنن شیعیان که سرشون رو بر مهر میگذارن و سجده میکنن دارن این رو میپرستن. نه آقا، سجده بر مهر غیر از سجده برای مهر است. دقت کنید، ما سرمون رو خاک میگذاریم. تربت سید الشهدا عزیزان، اینو من یه نمیتونم خرد کنم تا ببینید اینقدر آقای شهیدی طرفهای ما خیلی عذر میخوام جاهلن که ما مجبوریم بیایم مهر رو ریز کنیم. آقا بریم که این خاکه، بریم که این بت نیست. علتی که ما این رو میگذاریم و سرمون رو میگذاریم رو سجده به خاطر این که هم شیعه و هم سنی معتقدن اگر خواستی سجده کنی سجده بر خاک افضل است. این دیگه شکی نیست. برین از مولویاتون بپرسید، بگید آقا اگر ما یک جایی بودیم خاکم بود، فرش و موکتم بود، از جهت شرعی، از جهت مکتب تسنن سجده بر کدوم افضله؟ هیچ کدام از مذاهب چهارگانه سنی نمیگن که آقا سجده بر خاک افضل نیست، میگن اگه خاک گیرد مد افضله. این مهر هم همان خاک است، الا این که به این شکل قالب خورده، تمیز میگذارن جلوشون و سجده میکنن. ما این رو نمیپرستیم، به بهانه این شیعه را نکشید، ما خدا رو میپرستیم. خدا گفته ای بنی بشر سجده بر خاک کن. ای بیننده که در سر تا سر دنیا هستی، مخصوصا کسانی که خودشون وهابی میدونن، عرض کنم میدونن، مخصوصا کسانی که تکفیریان، سرشون میندازه پایین فقط ما و ما و ما. پس فهمید عزیز جان، شیعیان که بر این سجده میکنن برای خدا سجده میکنن، این خاک است. پس دقت کنید بینندگان عزیز، من حرفم اینجا این است که برادران سنی بیان جواب ما رو بدن، چه خواهران چه برادران، کسانی که مخصوصا مخلوطن بیان خودشون فکر کنن.
اگر واقعا پیغمبر اکرم، ابوبکر، عمر سرشون رو روی فرش و موکت پلاستیکی نگذاشتن و سنتشون هم این نبوده، شما از کی پیروی میکنید؟ هر جا گیرتون میاد سرتون رو میگذارید. یکی. سوال دومم این است که تربت عرض کنم خاک همچنان که عرض کردیم طبق همه مذاهب افضل است. حالا جالب آقای شهیدی، اینها نمازهاشون رو در 5 وقت میخونن، میگن آقا 5 وقت افضله، ما هم قبول داریم، اینم باز تهمت به شیعه نزنن. واقعا بچه شیعه ها اگر بتونید نمازهاتون رو تو 5 وعده بخونید خیلی خوبه، سنت نبوی است. اما این نیستش که اگر 5 وعده رو 3 وعده کردید باطله. نه خیر، پیغمبر اکرم به خاطر مردم اذیت نباشن گفتن بله جمع کنید نمازها رو. حالا من کار ندارم. من سوال دیگرم این است از آقایون سنی، مخصوصا از مولوی ها، شما مردم به زحمت میندازید میگید آقا 5 وعده باید نماز بخونید چون افضل است. چطور؟ او افضل رو میگیرید، این افضل رو ول میکنید. همون کسی که گفته 5 وعده افضل است، همون یعنی پیغمبر اکرم فرموده از سجده بر خاک هم افضل است. میگن قربون برم خدا را یک گام و 2 هوا را. چطور؟ او افضل رو شما اصرار دارید افضل رو رها میکنید. پس ببینید بینندگان عزیز، ما که داریم اینجا به همه شما اعلام میکنیم شهادت فاطمه برای همیشه زنده است، به خاطر این نتایجه. ما که ابوبکر و عمر رو بر باطل میدونیم، معتقدیم پیغمبر فرموده آقا رو فرشون که سجده نکنید، باطل نمازتون. اینا چی از کجا آوردید؟ جالب اینجاست، من با یکی از این مولوی ها، حالا من نمیخواستم بگم دیگه چاره نیست برای که بحث واضح شه، در یکی از شهرستان ها صحبت کردیم. ایشون گفت شیخانا ما که با هم دعوا نداریم، بالاخره این نتیجهش که از زمینه، هرچی ما سرش میذاریم روش نتیجهش از زمینه. یعنی چی؟ یعنی حالا این فرش و موکت بالاخره مواد نفتی نفت از زمینه، یا حالا به هر شکلی مواد پلاستیکی نتیجهش از زمینه. گفتم عجب، این که خیلی بده. شما اگر بر چیزی سجده میکنید میگید نتیجهش از زمینه. خیلی عذر میخوام بینندگان عزیز، خیلی عذر میخوام، نجاست هم نتیجهش از زمینه دیگه. غذا خورده، آب خورده، غذا از کجا بوده؟ از زمین. آیا شما حاضرید در نجاست هم سجده کنید؟ چه استدلالیه؟ وقتی که دستتون از دست پیغمبر جدا میکنید، وقتی که دستتون از دست اهل بیت جدا میکنید، یه استدلال هایی بیان میکنید که بچه تو گهواره هم خندش میگیره. این یک سوال. پس ما اینجا اثبات کردیم که سجده ای که شما میکنید روی زمین و روی فرش و روی موکت این سنت پیغمبر نیست. بسیار